کودکی خودسال بودن، درد خود را گفتن نمیتوانستند. گاه با مادرم سوال میدهیم که چرا ما چنین به دنیا آمدیم. سخنهای شیرینی که از مثال پدر و مادر میگوید اینها نمیفهمند. ای آچا آچا من به تو خارم آچا. بسیار با قهر من قطعی مناسبت میکنم. میدانیم که مادرمان در حق ما سخنهای خوب میگویند. اگر ما باز با گوشهای خودمان شنویم باز بهتر است. من آنها نمیفهمم، آنها من نمیفهمند. خانه میبیایند، بسیار گریه میکردم. در روی خواهر خود نقش تو را ببینم. وقتی که مادرم تبسم میکند ما نیز شاد میشویم. اگر پدرم نیز زبانمان را یاد گیرد باز خرسندتر میشویم. از تقدیر راضی هستم. من خفه نیستم، ضیق نیستم. من به تقدیرم تن دادم. گلنسا ساکن دهه مزار شریف شهر پنجکент است. میگوید با آرزو و هوس‌های زیاد عائله بنیاد کردم و زندگی آسایشته داشتم. در دوام زندگی 6 ساله صاحب فرزند نشدم. بدتر تقدیر برایم خندید و فرزند نخستینم زیبونیسا به دنیا آمد. برای هر زن ضربه کلانترین این ناسالم تولد شدن فرزند است. به دنیا آمدن زیبونیسا برای مادرش گلنسا خوشبختی به همتا بود. و مثل دیگر مادران از روز نخستین به دنیا آمدن جگربندش او را نوازش‌های گرمی مادرانه می‌کرد و زیر قنات خویش با صد امید و آرزوها پرورش می‌نمود. اما به خبر از آن بود که او از گوش شنوا و زبان گویا محروم است. بعد از 1 سالگی آنها به بیماری تیز به بیماری زکام گرفتار می شدند. وقتی که ما به طبیبان مراجعت می کردیم، آنها وقتی کودکی خودسال بودند، درد خود را گفتن نمی توانستند. این به مادر وابسته بود. ما هم مثل توکل می گفتیم انا سلفه شد، انا گریپ شد، اشتها ندارد کودک. آیسته آیسته کودک‌ها از آن چیزی که در آوانی نوزادی تلفظ می‌کردند، حرف و هجایی که می‌گفتند، در نتیجه همین تیز بیمار شدند. خاطره آنها سست شدن گرفت. برای من مشکل بود. در کوچه می‌آمدند، من حس می‌کردم اینها بازیشان رو دقت می‌دادم با کودکان همسایه. وقتی که آنها دقت به بازی نمی کردن، به سخن گفتن نمی کردن، این برای من مشکل بود. کوشش می کردم که در داخلی حولی کودکان من بازی کنن یا به کوچه نبرن، یگون کسی کودکان من ایراد نگیرن که اینها گپ زدن نمی توانند. همین طور فرزند دویمش تاجینیسا بعد از 1 سال دیگر به دنیا می آید. مسلم است که طفلکان اولین الفاظ، اولین قدم، اولین آچجانگویی ها و دهها چنین اولین ها را از مادر می شنوند و می آموزند. اما زیبونیسا و تاجینیسا از الگویی ها و نوازش های گرمی مادری مشفق و مهربان بخبر بودند. با خودم ملامت میکنم که دخترچه‌ام گپ نزدن برای سخنهای شیرینی که از مثال پدر و مادر میگوید اینها نمیفهمند. من بعضا خودم چی میکنم با کودکان صحبت میگذرونم، میگویم ارکگی میکنن، بعضا گوش نمیکنن، میگوین نمیخواهیم، بیزار شدیم، انا یکون کاری سبب میشود و بسیار با قهر من قطعی مناسبت میکنم. وقتی که اینها رو من نوازش کنم، اینها وقتی قهرشان بر یک چی میشن، نگاهی خنک میکنن تا اون وقتی که قهرشان پس شد. بعد همون وقت بعد من در دل خود میگویم که اون سخنهایی که من به تو میگویم تو نمیفهمی، اگر میفهمیدی شاید قهر و غضب رو از خودت دور میساختی. گاه به مادرم سوال میدهیم که چرا ما چنین به دنیا آمدیم، گپ نمیزنیم، چرا ما رو دیر طبابت کردید، نزد دکتر نبردید. میبینم که مادرمان از این سوالی ما غمگین میشوند، باز خاموش میستیم. باید گفت که زیبونیسا و تاجینیسا یکی سال 2001 و دیگری در سال 2002 در شهر پنجکین تولد شدند.
وقتی که مادر از گوش ناشنوا و زبان ناگویای جگربندانش بدتر باخبر شد، برایش دردآورترین لحظه حیات بود. اما به بی‌وفایی تقدیر تن داده پی معالجه و تحصیل آنها شد. بعد از تلاش‌های زیاد پی برد که طبابت فرزندان بی‌نتیجه است و یگانه رفزنه امیدی که برایشان گشاده شد این راه به سوی معرفت بود. بعد از چند وقت دیدم که کودکان مناسبت با من بد شد. من آنها نمیفهمم، آنها من نمیفهمند. خانه میبیایند، بسیار گریه میکردند. وقتی که ما در یک جایگی با سلامت در یک خانه زندگی میکردیم و ایمو و اشاره رو آموخته بود، با کودکان صحبت میکرد. دختران من بیشتر به سلامت نگاه میکردن، با من نه، به سلامت نگاه میکردن. میگفتن که انا دیدی اوچه اشاره میداند، موقعی صحبت میکند، تو موقعی صحبت کرده نمیتوانی. این یک نگاهی خنک نظرانه شد از طرف کودکان به من. من کوشش کردم که بر همین مکتب آمدم، مراجعت کردم، با کار قبول کنید گفتم. با من کمک رسوندن، کوشش کردن که من در همین مکتب کار کنم. راست میگوید مادرم، ما میخواهیم که گپهای وی ها را شنویم، گوش کنیم که چی میگویند. میدانیم که مادرمان در حق ما سخنهای خوب میگویند. اگر ما باز با گوشهای خودمان شنویم باز بهتر است. از مادرمان خواهش میکنیم که برای ما دستگاه شنوایی را خرند تا ما همه را شنویم. وقتی که پدرشون یگون خواهش کردن باشد، یگون گپ باشد، یگون چیزی از دخترها چی کنن، اونها هر دوشون به من نگاه میکنن. میگویند که از نگاهشون معلوم است من میفهمم که نفهمیدن. اینها میگویند، مجبور میکنن که شما ایمو اشاره را آموزید، با ما صحبت کنید، با ما خنده کنید. میگوید مشکلی افراد ناشنوا را درک میکند، زیرا به گفت او دو فرزندش ناشنوایند و هنگام صحبت با آدمان مشکلی میکشند. قلب مادر بزرگ است و هیچگاه نمیخواهد که جگربندش لحظه از پیش نظرش در کنار باشد. از این لحاظ به مکتب رفتن کودکان دهه قلب مادر را همیشه اذیت میداد و آرزوهای نهفته پیش نظرش وانمود میشد. گلنسا پدر و مادر و خانه و درش را یک سو گذاشت و از پی تحصیل فرزندان شد. اکنون طول 7 سال می شود که در ناحیه رودکی استقامت دارد و با فرزندانش روز می گذراند. اون وقتی که کودک‌ها با من آغوش می‌کشیدند، من نگاه آنها رو می‌دیدم، بسیار ضیق می‌شدم. در اول می‌گفتم که با اینها چه مناسبت کنم. این در اول با من خیلی مشکل بود. من کودکان رو فهمیدن نمی‌توانستم. آنها در مهلت 2 ماه بسیار چیزها رو یاد گرفتگی بودند، بسیار ایمو و اشاره رو یاد گرفتگی بودند. من هم کوشش کردم، پیش خود مقصد گذاشتم که باید ایمو و اشاره رو از خود کنم برای فرزندان خود، برای مناسبت با فرزندان خود. میخواهم که پدرم زبان ایمو و اشاره را مثل مادرم آموزد. ما با او صحبت کنیم. پدرم و مادرم برای ما زحمت کشیدند. ما همه این را میدانیم. من امروز خود را در بین همسالانم خوشبخت حس میکنم. زیرا در اینجا تقدیر همه ما قریب یک است. یکدیگر را زود میفهمیم. وقتی که مادرم تبسم میکند ما نیز شاد میشویم. اگر پدرم نیز زبانمان را یاد گیرد باز خرسندتر میشویم. میخواهیم که عائله ما همیشه اتفاق باشد و ما سرجمانه زندگی کنیم. نامبرده می افزاید که محض ناشنوا بودن فرزندانش او را وادار کرد که زبان ایما و اشاره را آموزد و برای افراد ناشنوا نیز کمک رساند. به خاطر معاشرت درست و فهمیدن کودکان ناشنوایش راه پیش گرفت به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. کودک ناشنوا چون زبان ایما و اشاره را بیاموزد و معاشرت کرده تواند، مناسبت و کردار و پیندارش به معنی مثبت تغییر می‌یابد، رشد می‌کند. مسلم است که آنها به این به فرزندان خود رابطه درست برقرار کردن نمی‌توانند و به اسرار دل و خواسته‌شان راه نمی‌یابند. اداره و راهنمای ناشنوا در این مورد نه تنها دشوار بلکه ناممکن
می‌گردد. بعضن روح افتاده میگوین که ما با سوداگر یگون چیز گفتیم و نفهمید، یا در مغازه یگون چیز برای یگون چیز خریدن میگویم ما نفهمیدیم، آنها ما نفهمیدن، همین وضعیت میشوند. توجینیستا بسیارتر کوشش میکند که من گپ زدن میخواهم، شما چی میگویید همش شنیدن میخواهم. вақте ки ба мағоза меравем каме мушкилӣ мекашем. масалан агар мо аз фурӯшанда себ пурсем ва ё нархашро пурсон шавем, онҳо забони моро намедонанд. мехоҳем ки дар ҷамъият моро хуб қабул кунанд ва забони моро низ ёд гиранд. خودро зани хушбахт мешуморад, зеро фарзандонаш дар мактаби интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони кар дар ноҳияи рӯдакӣ таҳсил мекунанд. фарзандон низ хурсанд аз онанд ки мушкилоте ки пеш доштанд имрӯз бартараф гашт. ин ҳам бошад муошират бо омма ва рафтору муносибат дар ҷойҳои ҷамъиятӣ. дар синфи мо бисёр писарҳо ҳастанд, моро ҳурмат мекунанд, якдигарро хуб мефаҳмем. дунёи мо дигар аст, дунёи поку беолоиш аст, дунёе ҳаст ки ширинии онро танҳо худамон эҳсос мекунем. мо худро маъюб ҳис намекунем, зеро мо пои равон дорем, дасти гиро дорем, чашми бино дорем, ҳама корро карда метавонем. аз тақдир розӣ ҳастам, ман хафа нистам, зиқ нистам, ман ба тақдирам тан додам ки ҳамин хел фарзанд дорам. инчунин боз як забони дигар ман омӯхтам, забони имову ишора аст. ба хотири кӯдакон соли 2013 инчунин боз таҳсиламро дар донишгоҳи омӯзгории давлатӣ ба номи Садриддин Айнӣ идома додам дар соҳаи сурдопедагогика. боз ман хостам ки аз дарди дили ҳамин кӯдакон бохабар шавам, нозикие ки дар ин соҳа ҳаст омӯзам, на танҳо барои фарзандони худ, инчунин барои падару модароне ки фарзандони маъюб доранд, ба онҳо хизмат расонам, кӯмак расонам. мактаби интернатро хонаи дуюми худ мешуморем. инҷо ҳамсолону дугонаҳои зиёд дорем, якдигарро хуб мефаҳмем. модарам дар наздикии мактаб иҷора гирифтанд. хонаамон аз мактаб он қадар дур нест. ҳар саҳар ҳамроҳи модарам ба мактаб меоем ва бегоҳ ба хона меравем. гарчанде ин модар аз зарбаи навбатии тақдир дар харос буд, вале бо умеди соҳиби песарча шудан Ҳусниддин ба дунё меорад. ӯ акнун 14 сол дораду овози модар ва ҳамсолони худро мешунавад. ин барои модар умеди дигар бахшид. ҳусниддин низ кӯшиш мекунад ки забони хоҳарҳояшро ки имову ишора аст омӯзаду барояшон кӯмак расонад. вақте ки Зебунисо бисёр бемор мешуд, фикр кардам ки Тоҷиниса дуюм духтарам ба дунё наояд. шукри худо, ҳай писарчам кам мезанад. мо дар хурдиаш табобат кардем. вақте ки ин духтарчо нафаҳмидам, ман кӯшиш кардам ки фарзанди сеюминам ба монанди ин духтарчо нашавад. аз хурдӣ табобат мегирифтам. хай шукрона ба Ҳусниддин гап мезанад. ин боиси хурсандӣ дар оила ба ман буд. мо хурсанд аз он ҳастем ки додарамон забони гӯё дорад. дар оила бо забони гӯё сухан мегӯяд ва барои мо шуда забони моро ҳам омӯхтааст. мо бемушкилӣ бо ҳам суҳбат мекунем. додарчамро бисёр дӯст медорам. зуд ба хона меравам, бо ӯ суҳбат мекунем. ӯ забони моро медонад. якҷо дарс тайёр мекунем. чизе ки ӯ намедонад ба ӯ кӯмак мерасонем. хурсанд ҳастам ки додарчаам солим аст, забони гӯё дорад. инҳо бисёр мушоҳидакор ҳастанд. ягон хатогӣ бошад тезтар мефаҳманд. мегӯянд ки шумо бисёртар ба ман мегӯянд ки шумо биромадед кӯча бо ҳамсояҳо суҳбат кардед, набро, надаро, гап назан. барои чӣ мегӯям? мегӯям мо нафаҳмидем, шумо он чизе гуфтед мо нафаҳмидем. ин нашуниданашон барои инҳоям мушкил аст, вақте ки суханро намефаҳманд. чӣ тавре маълум шуд ин хоҳарон бо ҳам хеле шабоҳат доранд. танҳо дар характер аз ҳам фарқ мекунанд.
مادر میگوید اکنون که کلانتر شدن بیشتر به من در خانه کمک میرسانند، اما قلبی نازکی دارند که در گپی ناچیز زود میرنجند و من حرکت میکنم که آنها را با زبان شیرین و رفتار محبت آمیز نصیحت و تربیت نمایم تا آنها خود را ناسالم و رنجور احساس نکنند. خواهرم را همیشه نصیحت میکنم و بعضا وقت تیز میشود. من او را میفهمانم که مادرم را بسیار غم نده. اگر مادرم کسل شود کی ما را نگاه و بین میکند؟ برای آن بعضا وقت ارکگی میکنم که وقتی که مرا نمیفهمند. من میخواهم که فکر مرا هم گوش کنند. شاید برای همین باشد ارکگی و رنجوری من. هر گونه خوراک رو خوردن هم نمیخواهند با خواهش خودشون. اون چیزی که دوست میدارن. دخترچه کلونی هم همه خوراک رو دوست میدارد. دویم دخترم تاجینیسا نسبت به این ارکتر که هست، این خوراکای آش پلو، مانتو، برک، اون بسیار همه چیزا رو تورت باشد، یا اون پخت و پزی که دستی، همه چیز بسیار دوست می‌دارد. در کوچه هم من حس میکنم که بسیار و یک زیبا راه میگردد، به خودش اعتبار میدهد. هر دوشون کوشش میکنن افلاسی بد میبینن، دائم به خودشون نگاه کردن میستن. برای من همه اون چیزی که با دستان مادرم آماده میگردد معقول است. مادرم همه این خوراک را با لذت میپزد. برای من فرق ندارد. مهم آن است که مادرم میپزد. ما مهربانی پدر و مادر را هیچگاه فراموش نمیکنیم. بعد از صحبت با این مادر معلوم شد که او و همسرش خویشاوندی نزدیک بودند و سبب نقصان زبانی و ناشنوایی فرزندان شاید همین باشد. اما این مادر میگوید از بس که درباره نکاح خویش و تباری آن وقت معلومات نداشتیم که این سبب شده میتواند، تنها در اندیشه آن بودیم که شاید در خودسالی زود بیمار میشدند و بی‌طرفی خانواده این حالت را به میان آورد. متخصصان صاحباشان اثبات میکنند که نکاح خویش و تباری نزدیک پیامد خوب ندارد و آن نه تنها سببی با نقصان مادرزادی به دنیا آمدن فرزندان میگردد، بلکه در رفت حیات نیز با چنین مشکلات دچار میشوند. در اولادمون این خیلی کودک نداریم که ناشنوا شده هست. اینچنین یگون بیماری دیگر داشته باشه، همه صحت سالم هستند. اینچنین ما در عائله خودمون 11 فرزند هستیم. فرزند نخستینشون من میباشم. همه خواهر و دادران من فرزندانشون خوب هستند. تنها همین خیلی من در بینشون 2 دخترچه میبست. بر ضمن همه این مشکلات ها مادر شکرانه میگوید که تقدیر کودکان را از چشم و پا محروم نساخته است. دنیا را میبینند. گشتن در روی زمین آفریده خدا نصیبشان گشته است. دخترانش از عاده پخت و پز و انواع خوردنی میبرویند و کم کم کسب دوزندگی و اطلس بافی را نیز آموخته ایستادند. این مادر امیدوار است که روز به آرزوی مادرانه خود که صاحب علم و معرفت کردن جگربندان است خواهد رسید. در آینده میخواهم که اینجا رو با بهای خوب و اعلا و رفتاری نمونوی ختم کرده یگان کسب نیز آموزم. دوزنده شدن میخواهم. کرته های خود و مادرم را با دستانم دوزم. از دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار خرسند هستیم که برای ما چنین مکتب ساختند. تلویزیون رو تماشا میکنیم. برنامه‌هایی رو می‌بینیم که در اینجا هنرمندان می‌دوزند، پزندگی می‌کنند. ما با ذوق تماشا می‌کنیم و از روی او باز کار می‌کنیم. زیبونیسا و تاجنیسا خوب درک نمودند که اگر ما خودمان را آدمی برای جمعیت نادرکار احساس کنیم، دیگران هم با ما همون گونه مناسبت خواهند کرد. در واقع زندگی نامه این عائله برای آن نفرانی که بیچاره‌وار نزد تقدیر می‌نالند سبق زندگی خواهد بود.